مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزهای نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بروی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دست بردارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، زیرا خواهر عزیز بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه از شوهر از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود، زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قایم بود، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی‌هاش در پیش دکانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. پیغمبر چی گفتند؟ گفتند دیگر حقی که شوهر بالای زن دارد این است که از خانه شوهر، از مال شوهر، از مال خانه چیزی نه به خویش خودش، نه به خویش شوهرش، نه به همسایه ها تقسیم نکند تا اگر اجازت شوهر نباشد. بس اگر اجازت شوهر را ناگرفته از مال خانه با کسی اگر چیزی دهد، پیغمبر گفتند کان علیها الوزر، در این دادگی که این زن داد، اگرچه با نیت صدقه داد، با نیت خیر داد، پیغمبر خدا گفتند این زن در نزد خدا گناهگار شد، وله الاجر، ثواب این خیر احسان در نامه اعمال شوهر نویسانده می شود. زیرا که این زن به اجازت شوهر مال شوهر، مال خانه را با همسایه یا خویش قومیت شوهر یا از خودش تقسیم میکنه. در این زن البته گناهگار است. حتی رسول اکرم میگوید در دیگر حدیث ها که لا یحل لامرأة ان تطعم من بیته الا باذنه فان اطعمت بغیر اذنه کان علیها الوزر وله الاجر. اگر زن در خانه طعام بپزد یا اینکه چندین نفرها را در خاندان شوهر فریاد زند از زنها، لیکن شوهر درک ندارد، در این خیر احسان کردگی زن گناهگار می شود و ثواب اون خیر احسان پیغمبر خدا گفتند در نامه اعمال شوهر نویسانده می شود. یعنی زنها هیچگاه حقوق ندارند حتی سوزن را از خانه به اجازت شوهر با کسی دهند. باید هر کاری که میکنن با اجازت شوهر باشد. پیغمبر خدا چه حدیث های مبارکی گفتند کدام زن گفتند ای پیغمبر خدا از همه زنها دیده بهترین زن کدام زنها به حساب می رود؟ پیغمبر خدا گفتند اذا نظر الیها زوجها سرته و اذا امرها اطاعته و اذا غاب عنه حفظته فی نفسها و ماله. پیغمبر خدا گفتند بهترین زن همان زنی هست که وقتی شوهر اگر به چهره وی نظر کند، چهره وی چنان یک چهره کشاده باشد، یک چهره خندان روی باشد که شوهر از دیدن او خوشنود شود. یعنی در چهره زن وقتی که شوهر نظر میکند خود عبادت است.
وقتی شوهر به جانب چهره زن نگاه میکند، زن در این نگاه شوهر الک ثواب میگیرد، با شرطی که اگر چهره زن خندانرو باشد، با یک دهان خنده شوهر اگر پیشواز گیرد. لیکن وقتی که شوهر می آید و این زن با یک قوقها و با یک روی ترش اگر شوهر قبول سازد، و در لعنت خدا گرفتار می شود. زیرا سعدی را خدا رحمت کنند میگوید به زندان قاضی گرفتار به، اگر در خانه بینی در ابرو گیر. قاضی که خیلی زندانی پر وحشت و پر عذاب است، گفته است همان زندان برای مرد بهتر است وقتی که اگر در چهره زن او ابروهای گره بسته میبینی. وقتی که ابروی وی، چهره وی تروش است و شوهر با دیدن او ناخشنود می شود، ناراحت می شود، از این گونه زن نگاه کردن همون زندان قاضی بهتر است. رسول اکرم گفتند بهترین زن همان زنی که با دیدن او مرد خشنود می شود. بهترین زن در دوام حدیث گفتند همان زنی هست که اگر مرد او را فرمان دهد وای فرمان شوهر را بجا بیارد، دیگر زبان درازی نکند، دیگر عقلکی نکند، دیگر گپگردانی نکند. هر امری که شوهر برای او امر میکند باید که اطاعت کند. این بهترین زنها هست. و در دوام پیغمبر خدا گفتند بهترین زنها همان زنهایی هستند که وقتی شوهرهای اونها غایب هستند، اونها مال شوهر را محافظت میکنند، با کسی نمیدهند به اجازت شوهر، و نفس خودشان هم محافظت میکنند تا آمدن شوهر.